با درود فراوان بر پارسیان و پارسایان. ما فرزندان سرزمین پارس، نوادگان کوروش کبیر، اعضای اپوزیسیون میتونی ریستار، گوش به فرمان پادشاه تمام دانایی شاهزاده سید محمد حسینی هستیم و بنا به دستور ایشان در فراخوان 8 مهر ماه از شهر تهران اعلام حضور می‌کنند. سالها صدای ریاست را خاموش کردند و ما را سانسور کردند، اما بدانید که ما آماده ایم با ایمان به لیدر دانا و قدرتمند، تنها شخصی که خانه‌اش را ویران کرد تا کشورش را آباد کند، شاهزاده اصیل سرزمین پارس سید محمد حسینی بزرگوار. از هر گوشه دنیا با ترانه و یک صدا فریاد میزنیم: ما بیشماریم ولی یکی هستیم. بدانید که سقوط رژیم حتمیه و طلوع امپراتوری پارس حتمی‌تر. تاریخ با دستای ریاستی‌ها دوباره نوشته خواهد شد. سازمان‌های امنیتی، جاسوسان فرانسه و انگلیس و آلمان و دموکرات‌های آمریکا، گلوبالیست‌ها، همه بدانید که هیچ کس جلوی اتفاقی که قرار است بیفتد را نمی‌تواند بگیرد. این بار پاتریوت‌های جهان و سرزمین پارس تحت فرمان بزرگترین معمار جهان هستی به پا خواستند تا به همه بفهمانند که نقشه خاورمیانه را ریستار کشیده است. هموطن، به اپوزیسیون میلیونی ریستار بپیوند و در این فراخوان شرکت کنید تا یک بار برای خرد و اندیشه قیام کنیم تا با هم کشورمان را از ایران به سرزمین پارس تبدیل کنیم. من ایرانی نیستم، من پارسی هستم. I am not Iranian, I am Persian. Make Iran great again یعنی welcome to Persia. فهمیدن یک دغدغه است، ولی دغدغه فهمیدن خیلی مهمتر از فهمیدن است.